تاریخ پیامبران الهی یارانی مانند یاران رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را به خاطر ندارد. آنان پدیده های بیمانندی در تاریخ بشریتند. مهاجران و انصار همه نسل پاکیزه و طاهری بودند که به دستان توانمند پیامبر رحمت پرورش یافتند. در محضر ایشان وحی فرود می آمد و به تأسی از هدایت آن راه خود را انتخاب کرده بودند. آنان وحی الهی را حفظ کردند که تا روز رستاخیز به عنوان قرآن مورد استفاده خواهد بود. احادیث پیغمبر را برای ما روایت کردند و رسالت بزرگ و انسانساز او را نیز برای همه ابلاغ نمودند. در این راه از پرداخت هیچ بهای دریغ نورزیدند و دین را با فدای ارواح خیش ترویج بخشیدند. از این رو ستارگان درخشان آسمان هدایت و الگوهای شایان پیروی قرار گرفتند و هر کدامشان دارای شخصیت منحصر به فرد. از نور نبوت فروغ پیدا کردند و از چشمسار زلال محمد صلی الله علیه و سلم سیراب گردیدند. ما در یک روند کلان مستندسازی زندگی یاران پیغمبر به قدر توان تلاش کردیم. اماکن و محلات متعدد را که در ساختار سیرت این بزرگمردان اثر گذارده بودند به تصویر بکشیم تا از یک طرف رخدادهای سیرت نبوی به اکمال برسد و از طرف دیگر میان حوادث تاریخی و شواهد آن رابطه برقرار شود و بدین ترتیب رویدادهای تاریخی در دلها و اذهان زنده بماند. یاران پیامبر مردانی بودند که وعده خود را با خدا راست فرمودند و از همین جهت خدا از آنان راضی شد و ایشان از خدا. آنها به رسول خدا ایمان آوردند و یاریش کردند. آنان بهترین یاران برای بهترین پیغمبر بودند. این منطقه که در فاصله 12 کیلومتری غرب شهر بصره در عراق موقعیت دارد به نام زبیر شناخته می شود. زبیر یکی از یاران مخلص و بزرگوار پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بوده است. در اینجا همراه حضرت زبیر صحابی دیگری نیست به نام طلحه بن عبدالله رضی الله عنهما به خاک سپرده شده است. این دو یار بزرگ رسول خدا در تمام مراحل دعوت اسلامی نقش بارزی را در راستای شگوفایی و بلندگی اندیشه اسلامی بازی کردند. منذ انطلاقتها في مكة المكرمة حتى وفاتهما. زبیر بن عوام از چند جهت به خاندان نبوت پیوند دارد. اولا نسب او با رسول خدا صلی الله علیه و سلم در نیای پنجم که عبارت از قصا باشد پیوند می‌یابد. دوم از جهت مادر نیز با پیامبر خدا مناسبت نسبی دارد. به این شرح که مادر زبیر رضی الله عنها حضرت صفیه رضی الله عنها دختر عبدالمطلب عمه رسول خدا و خواهر سید الشهدا حضرت حمزه بن عبدالمطلب رضی الله عنه بوده است. وشقيقة سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب. سوم مادر مؤمنان همسر گرامی پیغمبر حضرت خدیجه دختر خویلد رضی الله عنهما عمه زبیر رضی الله عنه بوده است. به این ترتیب زبیر رضی الله عنه مزید بر خویشاوندی مادرش با پیامبر اکرم از جهت‌های دیگر نیز با آن حضرت پیوند عجیبی داشته است. از یک طرف از لحاظ معنوی با نبی اکرم رابطه داشته چون او خدمات ارزنده‌ای به اسلام کرده و از جمله عشره مبشره به حساب می رود و از جانب دیگر از لحاظ ظاهری هم خویشاوندی تنگاتنگی با او صلی الله علیه و سلم از چند جهت داشته است. زبیر بن عوام با حضرت خدیجه رضی الله عنها پیوند محکمی
داشت، چون او عمه‌اش میشد و زمانی که خرد سن بود پیوسته نزد خدیجه می آمد و در منزل پیامبر به قرائت قرآن کریم گوش میداد و احیانا شاهد نزول وحی بر پیامبر خدا نیز می بود. از همین جهت خیلی متأثر شده بود. زبیر رضی الله عنه از مسلمانان نخستینی بود که با پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم ایمان آورده بودند. گفته می شود که او در زمان اسلام آوردن خود کمتر از 15 سال عمر داشت. زبیر به دست ابوبکر صدیق مسلمان شد، در حالی که او فرزند عمه پیامبر اکرم بود. یعنی ظاهرا زبیر باید به دست خود رسول خدا صلی الله علیه و سلم اسلام می آورد، اما این که به دست ابوبکر اسلام می آورد این امر از یک جانب بزرگترین احسان ابوبکر را نشان می دهد و از سوی دیگر بیانگر این است که میان زبیر و ابوبکر صدیق رابطه برادری و دوستی قابل وصفی موجود بوده است، زیرا ابوبکر تا هنگامی که بر کسی 100% اعتماد نمی داشت او را دعوت نمی کرد، چون در آن زمان دعوت هنوز سری بود. زبیر پس از آن که به دین اسلام مشرف شد با آزار و شکنجه های گوناگون روبرو گردید و به امر رسول خدا صلی الله علیه و سلم به حبشه هجرت کرد و تا زمانی که پیامبر هدایت بازگشت برایش صادر نکرده بود در همانجا باقی ماند. در مدینه منوره شهامت و دلاوری این صحابی بیشتر از پیش توارث کرد و از دیدگاه نظامی در ردیف حضرت حمزه و حضرت علی رضی الله عنهما قرار گرفت. او در تمام جنگ ها در کنار رسول خدا صلی الله علیه و سلم حضور داشت و در جنگ بدر یکی از پهلوانانی بود که فرماندهی جناح راست سپاه اسلام را به عهده داشت و فرماندهی جناح چپ سپاه به عهده مقداد بن اسود سپرده شده بود. در جنگ احد این دلیر مرد بزرگ با تمام نیرو در برابر دشمن رزمید و آنگاه که مشرکان از میدان معرکه بیرون می شدند او با ابوبکر صدیق در رأس 70 سرباز مسلمان به تعقیب ارتش قریش پرداخت و زمانی که این خبر به گوش ابو سفیان رسید از حراس این سپاه بظاهر کوچک پا به فرار گذاشت و خود را به زودی به مکه رساند. در جنگ یرموک خانواده حضرت زبیر همه در معرکه حضور رسانده بودند و خود زبیر نیز با حمله های دلاورانه بر صفوف نظامیان رومی و با کارگیری تاکتیک های منظمی که به پیروزی لشکر اسلام منتهی گردید خاطره های فراموش ناشدنی را ثبت تاریخ مبارزات اسلامی نمود. زیباترین قهرمانی هایی که در این سرزمین به نام یکی از خانواده های یاران پیامبر صلی الله علیه و سلم ثبت تاریخ اسلام گردیده مربوط به خانواده حضرت زبیر رضی الله عنه است. مرد این خانواده زبیر، زن آن اسما دختر ابوبکر و پسر آن عبدالله بن زبیر بوده است. زبیر بن عوام رضی الله عنه از یاران و همراهان نزدیک رسول خدا صلی الله علیه و سلم به حساب می رفت. اسما دختر ابوبکر و همسر گرامی زبیر نیز زن دلاوری بود که موضع گیری های فداکارانه او در برابر ابو جهل هیچگاه از خاطره تاریخ مبارزات اسلامی زدوده نخواهد شد و روی هم رفته فرزند با وفای این مرد و زن بزرگوار حضرت عبدالله بن زبیر اولین فرزندی بود که پس از هجرت مسلمانان به مدینه در این شهر پرمیمنت متولد شد. این سه نفر اعضای یک خانواده همه به سرزمین شام آمدند تا در جنگی که علیه رومیان سازمان یافته بود شرکت نمایند. اسما رضی الله عنها همراه سایر زنان مسلمان در حوزه کاری خود مشغول مبارزه بودند و عبدالله بن زبیر که هنوز فقط 12 بهار زندگیش را سپری کرده بود همراه پدرش زبیر در پیش روی صفوف سپاه روم ایستاده می شدند و سپس هر دو با تمام جرأت به درون سپاه دشمن تاخته و صفها را پاره می نمودند. این عمل را بار بار تکرار می کردند تا سربازان مسلمان مورال بگیرند. حضرت زبیر بن عوام موقف قهرمانانه دیگری را در فتح مصر ثبت اوراق تاریخ کرد. او از جمله آنانی بود که عمر بن خطاب رضی الله عنه ایشان را در رأس یک سپاه چند هزار نفری به یاری عمرو بن عاص رضی الله عنه به مصر فرستاده بود. بدون تردید صحابی بزرگ نقش فعال را در معرکه مهم و سرنوشت‌ساز قلعه بابلیون ایفا کرد و مسلمانان را به جایگاه برتر عروج بخشید.
هنگامی که عمرو بن عاص با سپاه خود عازم منطقه بلبیس میشد، در مسیر راه با یک کمین خطرناک و کشنده رومی ها روبرو گردید و چیزی نمانده بود که محاصره و اسیر شود. فرمانده ارتش روم برنامه داشت که سپاه مسلمانان را به محاصره بکشد. در این حال عمرو بن عاص لشکر خود را به 3 دسته تقسیم کرد. دسته اول را در پشت کوه سرخ، دسته دوم را در بخش‌های اخیر منطقه عباسیه و دسته سوم را در وسط منطقه جابجا کرد. جنگ و پیکار در این منطقه حوالی 1 ماه به طول کشید تا آنکه عمرو بن عاص از امیرالمؤمنین عمر بن خطاب طالب کمک شد و او 4000 نیروی جنگی را به یاری و حمایتش فرستاد. عمرو بن عاص به همکاری این نیروهای تازه نفس توانست پس از 1 ماه محاصره و مبارزه پوز لشکر روم را به خاک شکست و ذلت بمالد و از همین منطقه افقهای دوردست دیگری را برای پیشروی مد نظر بگیرد. پس از مواصلت پیام عمرو به عمر بن خطاب رضی الله عنه، این خلیفه دلسوز 4000 سرباز مسلمان را آماده ساخت و در رأس هر 1000 نفر یکی از بزرگان صحابه را برگزید و به یاری سپاه عمرو بن عاص به مصر فرستاد. زبیر بن عوام، مقداد بن اسود، عمیر و یکی دیگر از صحابه رضی الله عنهم از فرماندهان این لشکر 4000 نفری بودند و زبیر بن عوام رضی الله عنه در فتح قلعه بابلیون شهکاری قابل قدری از خود به یادگار گذاشت. به هر حال موضوع مهمی که بر اهمیت جایگاه حضرت زبیر در میان اصحاب پیامبر علامت می‌دهد این است که او یکی از 6 شخصیت برازنده شمرده می شود. در هنگام مرگ خود آنان را برگزید تا پس از وی متولی امور خلافت اسلامی شوند. زمانی که عثمان بن عفان رضی الله عنه به قتل رسید، زبیر و طلحه بن عبدالله از جمع کسانی بودند که در روز جمل به منظور خونخواهی از قاتلان عثمان به بستر رفته بودند. در بصره حضرت علی کرم الله وجهه با وی دیدار نمود و برایش یاد دهانی کرد که حضرت رسول خدا باری فرموده بود که زبیر با علی می جنگد، در حالی که چنین کار ستمی است که در حق علی روا داشته می شود. زبیر همزمان با شنیدن این سخن از جنگ در برابر علی دست برداشت و در مسیر برگشت به مدینه منوره شخصی به نام عمرو بن جرموز با وی مقابل شد و او را خائنانه به شهادت رساند. گفته شده است که ابن جرموز پس از وقوع این حادثه که در سال 36 هجری اتفاق افتاد خودکشی کرد. حضرت زبیر رضی الله عنه چندین فرزند از خود به یادگار گذاشت که معروفترین آنها عبدالله رضی الله عنه است. او اولین مولودی بود که پس از هجرت مسلمانان به مدینه پا به عرصه زندگی گذاشت و مادرش حضرت اسما بنت ابوبکر صدیق از شیرزنانی بوده است که کارهای عظیم و فوق‌العاده‌ای را در جریان هجرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و پدرش ابوبکر به مدینه انجام داد. او بود که آب و نان آن دو بزرگوار را در غار ثور به درستی تأمین می‌کرد و اخبار جواسیسی را که در صدد تعقیب آن حضرت صلی الله علیه و سلم بودند به غار مذکور منتقل می‌ساخت. زبیر و اسما دو همسر وفادار هنگامی که به مدینه هجرت کردند، حضرت عبدالله رضی الله عنه ثمره ازدواجشان به دنیا آمد و این نخستین مولودی بود که پس از هجرت پا به عرصه حیات می‌گذاشت. نخستین فرزندی که بعد از هجرت مسلمانان به مدینه چشم به جهان گشود عبدالله فرزند زبیر و اسما بود. از تولد این فرزند عزیز خوشی بی پایانی برای مسلمانان مهاجر دست داد و او را بلافاصله پیش پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم آوردند و آن حضرت وی را در آغوش گرفت و نامش را عبدالله گذاشت.